خمر شراب میگه، خمر به خاطر خمر میگه، خمار چیزی پوشیدنی را میگه. سیاسرام که سری خدا میپوشانه چادر ای را به نام خمار یاد میکنه. شراب به خاطر شراب میکنه که سری عقل پرده میاره، عقل میپوشانه، تفکیک نمیتونی عالی مست میشی، از او خاطر را خمر میگه. باز هر چیزی که مسکر است و مستی را پیدا میکنه به نام خمر یاد میشه. در صریح حدیث ذکر شده. این خاص به این نیست که حتما از انگور و از خرما جور شوه یا از گندم و جو جور شوه، نه، از هر چیزی که جور شوه که سبب مست شدن و سبب از بین بردن عقل میشه، این به نام شراب یاد میشه. امو گناهی که برای شراب ذکر شده در حدیث در آیات قرآن کریم، امو برای هر شراب است. امروز نعوذ بالله مردم ای را افتخار خود میدانه که در میمانی شراب وجود داره. کم کم اگر ما گرایش به این ملت های مبتذل و ملت های ملحد پیدا بکنیم، خواد که نعوذ بالله حقیقت دین خدا گم کردیم، عقل خودم از دست بدیم. ما گفته بودیم که اسلام در مورد 5 چیز بسیار اهتمام قوی داره، در مورد نفس، عقل، مال، آبرو و دین. این 5 چیز زندگی انسان وابسته به می 5 چیز است. این 5 چیز باید تعارض نشود. اگر تعارض میشه الله جزایش مقرر کرده، الله برش قانون مقرر کرده که اینی قسم جزا داده شود. عقل یک جوهر خیلی قیمت بها در وجود انسان است. یک آدم دیوانه نعوذ بالله عورت خدا پرت نمیتونه، قطعی تو حتی کلامی خوب گفته نمیتونه، العاب دهنش روان میباشه، قطعی نجاست ها آلودگی ها چی است، یک تیکه آلوده است. میبینیم که عقل نداره، دیوانه است. حالی میبینیم که یک انسانی که عاقل است و دیوانه چقدر فرق داره، چقدر الله تبارک و تعالی توسط عقل یک انسانی واقعی جور کرده. از امو خاطر است الله حفاظت عقل ضروری دانسته که انسان باید حفاظت عقل خدا بکنه. هر چیزی که سبب از بین بردن عقل میشه باید ناروا باشه. اگر او شراب باشه، اگر او افیون و تریاک و گپا باشه، کلش حرام است و کلش اونمو قسم جزایی که با شراب مقرر است برای از این مقرر است. الله تبارک و تعالی در اینجا اول به خاطر آماده ساختن ذهن صحابه میگه قل فیه ما اثم کبیر، بگو که در بین هر دویش گناه خیلی زیاد است. گناه چی را میگه؟ گناه او عملی که وجدان انسان، همت انسان، فکر انسان دیگه نمیمونه که بالا برای ترقی بکنه، مانع میشه، در رکود مواجه میکنه. آدمی گناهگار احساس میکنه که من دیگه در بدر هستم، عذاب دامنگیرم است. از او خاطر کسی که گناه نداره بسیار ذهن تازه داره، همیشه همینطور هیچ احساسی چی نمیکنه. یک روز نماز نخوان چقدر خود اینطور احساس میکنی که من بسیار گناه عظیم کردم. گناه انسان نمیگذاره که ترقی و پیشرفت بکنه. الله تبارک و تعالی میگه در قمار و شراب گناه خیلی زیاد است. و منافع للناس، برای مردم بعضی منفعت هم داره. منفعت کدام است؟ حالت مستی به انسان میاد، شاید درد و غم که سابق داشتی برای چند دقیقه امو درد و غم از فکرت بره، چرا مست میشی؟ عقلت متوجه امو سانحه و حوادث نیست، برای چند دقیقه ذهن آرام برات میاد یا تازگی و سرخی برات پیدا میشه. اما گناه از خیلی زیاد است، مفاسد از خیلی زیاد است. قرآن کریم اینطور یک جمله یا کلمه را بیان کرد که اینجا مسلمان و کافر کلگی برابر است. هر بشر باید این میره فکر بکنه که چطور است. قرآن کریم همی گپ گفت، دنیا سرش همی قرآن خوانده، سرش تحقیق کرده. یک دانشمند نوشته میکنه که اگر شراب در مملکت ما نشه، دانشمند فرانسوی است، ما ضمانت میکنم که نصف شفاخانه را ما دیگه جواب میدیم که ضرورت نداریم، چرا که نصف نفوس ما توسط شراب نوشی مبتلا به امراض گوناگون میشه. عالی الحمدلله دین مقدس اسلام که کدام چیز حرام میکنه دو مفاسد خیلی زیاد میباشه. تحقیق جدید ثابت کرد که شراب چقدر مفاسد اجتماعی داره، چقدر مفاسد اخلاقی داره، چقدر مفاسد اقتصادی داره. اقتصاد چقدر از بین برده میشه و چقدر مردم در بدر میشه. بلکه یکی از عواملی که خیلی زیاد بسیار تباکن است، رمز یا راز یک کسی را معلوم کردن در حالت مستی است. او را بیهوش بساز، بعد از او باز کلی وقایع را براتان بیان میکنه. کسایی که عملیات میکنن امو پیچکاری بیهوشی برش میکنه، نه امو پیچکاری امی شراب و الکل داره. از امو خاطر زمانی که نو به هوش میاد چیزایی میگه که سرش تیر شده، میگه نه، هر کس از امو دماغ خود بیان میکنه.
در عملیات ها الله نشان نداد در شفاخانه ها رفته یا نه؟ وقتی که عملیات میشه، پس از عملیات که نزدیک به هوش آمدن میشه، هر شخص قطعی هر چیز که تعلقی زیاد داره قطعی اونمو چیز از دانشی میشه برآمده رایسته. در دنیای استعماری امروز زمانی که از یک مملکت رازایش توسط نفر استخباراتش معلوم میکنه او خود قائل نمیشه. نفر استخبارات یا نفر امنیت یک مملکت او خود دیگه که پرچم کنی راز مملکت خود به دشمن افشا نمیکنه، اما طریقه افشا کردن چیسته؟ این فقط پیچکاری بیهوشی میکنه یا شراب برش میده که در حالت مستی بازم کلی رازهای خود چی میکنه؟ بیان میکنه. این یکی از جمله راه ها شد. چقدر مفسده بزرگ است در غیر از او در حالت مستی. نعوذ بالله کس خواهر و زن خود فرق نمیتونه در حالت مستی. دو دشنام در حد نهایی است. ولی هر کس درک کرده. ولی این موضوع آنقدر واضح و روشن است که ضرورت نیست که ما بیان کنیم که شراب چقدر مفاسد داشت. امروز بالکل به سطح تجربه رسیده که شراب چه مفاسد عظیمی داره، جسمی، دینی، روحانی، مادی کدام است. این کلش است سبب دشمنی ها میشه، دو دشنام میشه، همه ای گپا. حالی دیدیمونه افیون و تریاک مردم در زیر پل رسان پلاستیک فروش جور میشه، پلاستیکای نجس دیگه جمع کنه. این گپا هست. همچنان قمار است. اگرچه میسر به خاطر میگه به طریق آسان یک چیزی مال برای چند دقیقه به دست آدم میآید، خب لیکن چی مفاسدی داره؟ قمارباز یکی از جمله عوامل بزرگش نمیسته تنبل تربیه میشی. تو هیچ وقت دیگه اقدام نمیکنی که زحمت بکشی، محنت بکنی، کار بکنی و از راه حلال پیدا بکنی. چرا؟ تو گفتی به طریق آسان. طریق آسان همیشه به دست انسان نمیاد، از او خاطر پولی خود مصرف میکنی، کالای جانی تا در قمار میزنی، ها گلم هم میفروشی، قالین هم میفروشی، در سرحد میرسه که یک خانه و مسکن آرامشی تا هم در خود باقی نمیمانی. یک روز اهل و عیالت در موتور در میدان میبره و خانه تا مردم دیگه میگیره. به خاطر چی؟ که تو اینی کار کرده ای که زود ما پیسه را به دست بیارم. امروز نظام جهان تقریبا به قمار پیش میره. اوی مفاسد خیلی بزرگ به بار آورده. قمار آنقدر فساد اخلاقی را به بار میاره که مردم نعوذ بالله دیگه تلاش میکنه راه آسان برای ما همیسته. در افغانستان ما شیوه های دیگر را در دست گرفته. قمار خونمو برد و باخت میگه که در خطر میباشه که آیا میبرم یا نمیبرم، چیز در او انداخته ای. این را به نام قمار یاد میکنه. اونجا هم قسم حالتا در زمان جاهلیت بوده خیلی زیاد. الله تبارک و تعالی گفت که گناه از این خیلی زیاد است. امروز قمار خاص جمله چیزای حرام است، اما دنیای فعلی ما یا جهان استعماری ما رنگ دیگه میده، شکل دیگه میگیره. شما این شبکه های شیطانی را بگویید، این موبایلا این شبکه ها از راه های دیگه مردم لچ کرد، تباه کرد. ایام طریق قمار است. الا این صندوق گنجینه است. الا در این انعام شرکت کو، زنگ بزن دینمی قدر شماره خدا دا چی مسابقه انعام داخل کو. این تکت لاتریس. تو وقتی که زنگ میزنی در روپیت مصرف میشه، تو به در روپه در اونمو مسابقه شریک شدی. مثل که کلگی در روپه پرته در آخر باز به یک نفر 10 لک برآید. شما خبر داری که توسط از چقدر پولی شما را از جیب امی دنیای کفر میبره. یک شبکه کم از کم 10 میلیون نفوس افغانستان، اما کمش 3 میلیون نمیگم 10 میلیون در شبکه شریک است. وقتی که 10 میلیون 10 در پره مسیج کنه برای او شبکه 10,000 بیده که چند شد؟ 100 میلیون روپیه را گرفته و او اعلان کرده که 1 میلیون افغانی برای شما انعام داده میشه. پشک میپرته. صحیح است؟ یک نفر بگو 1 میلیون میدن، 99 میلیون روپیه تو را چی کرد؟ بگو به جیب خود زد. تو نمیفهمی این تیکت لاتریز، این قمار است. افسوس خویست که ملاهای ما الله رحم بکنه یاره که در صحنه تلویزیونا میایه خود مفتی معرفی میکنه. شما باور به الله بکنه عجیب است که امروز کدام مقام شده هر کس در پرده تلویزیون مفتی است. چیزی را میگه ایرا فتوا میده که در هیچ کدام مضایقه نیست. شما خبر داری شبکه شینل بود که حالا یک ماشینه که از دروغ آورده بود مردم فریب داده تباه کرد مردم به نام شینل، امو قسم به نام گنجینه، به نام های مختلف. شما ببینی که از کدام راه شما را ضربه میزنه امید دنیای کفر. امروز نظام دنیا مکمل سری قمار استوار است. نعوذ بالله کلش قمار است. مسلمان باید خیلی زیاد زیرک باشه، فکر بکنه پولی مده کجا میره و چه قسم میره. این تربت نشوه. قرآن کریم میگه که اسمها ما کبیر،
گناه از یا خیلی زیاد است. و منافع للناس، یک کمی منفعت برای مردم است. در شرابم، در قمارم یک نفر شاید یکی به یکی ناگهانی در یک ساعت میلیونر شود، اما میبینی که آدم در کدام حالت باز میرسه، انجام و عاقبتش در کدام سرحد میرسه. بلکه این تلاش میکنه می آدم قمارباز وقتی همه چیزی خدا باید داد دیگه چیز پیدا نمیکنه، مجبور است که دست به دزدی بزنه. حتما یک چیزی مال پیدا کنه که در میدان همونطور خالی نباشه. امیدی از این داره که کدام میدان نبرده بتانم، لیکن میدان بردن در الله معلوم، خویی در بدری دیش آمده. الله میگه و اثمهما اکبر من نفعهما، گناه امی اردو خیلی زیاد است از منفعت. چرا؟ منفعت زودگذر است، پشت سر خود مضرات خیلی قوی داره، اما گناه ازی خیلی زیاد است. چرا؟ گناه دینی داره، گناه اجتماعی داره، گناه اقتصادی داره و جسمی داره، سبب بروز امراض گوناگون میشه امی شراب. تحقیقات جدید حالی ثابت میکنه که کسی که شراب میخوره با جوان دیگری که شراب نمیخوره در عمرشان در برابر 35 در برابر 52، یعنی یک کسی که شراب نخورده عمر وسطش 52 سال است، اما کسی که شراب میخوره عمر وسطش 35 سال کاهش پیدا میکنه. این گپا حالی تحقیق شده، طب جدید هم این گپا را ثابت کرده. الحمدلله یکی از جمله تاییدات نظام مقدس اسلام است که اسلام کدام چیزا را حرام کرده که واقعا در جامعه خیلی ضرر زیاد داره. در این هر دو مسئله که مسئله شراب و چی شد قمار شد، الله تبارک و تعالی اول این مرحله مشورت بود، فقط آماده ساختن ذهن صحابه کرام برای از اینکه یک روز اگر حکم حرام بیا کلگی آماده باشه که بعد از او خلاف ازی عمل نکنه. و الحمدلله امیر قمام شد که صحابه امی قدر اطاعت کردن که هیچ پرسان نکو. و یکی از جمله امتیازات نظام مقدس اسلام برای ما ثابت شد. بعد از او یسألونک ماذا ينفقون، دیگه سوال کرده صحابه، سوال میکنه از توی پیغمبر اسلام چی چیزا مصرف کنه، در این مورد چی چیزا خرج بکنه. قل العفو، الله جواب میگه که بگو که عفو چند معنا داره، در میانه مصرف کنه، چیزی که زاید از ضرورت تا نسور مصرف بکنه. عفو یعنی کسی بدگویی و ظلم سرت میکنه تو در گذر بکنی را عفو میگه. خو اینجا این معنایی که آن چیزی که زاید از ضرورت است او را شما مصرف بکنه. الله تبارک و تعالی میگه چی چیزا مصرف، و عفو ایرم میگه آن چیزی که ارزشی بیشتر داره، قیمتی بیشتر به پیش تو داره، یعنی تو در وقت مصرف چیزای بیکاره را در میدان مصرف پیش نکو، آن چیزی که ارزش داره امور باید تو صدقه کنی و مصرف بکنی. این معنا هم درست است، لیکن معنایی که زاید از ضرورت است این خیلی مناسب است. الله تبارک و تعالی میگه سوال چی میشه؟ چرا سوال میکنی چی چیزا مصرف کنیم؟ آن چیزی که از تو زاید است، تو برش ضرورت نداره، از نیازی تو زاید است، امور مصرف کرده برو. عبیدالله سندی رحمه الله یکی از جمله علمایی که در پاکستان در صدد انقلاب بود، علیه انگلیس ها تحریک میکرد، مردم در جهاد دعوت میداد. او به این خاطر که این موضوع را تا یک جایی را پشتیبانی پیدا بکنه در حکومت افغانستان هم آمد، از حکومت افغانستان مطالبه کمک ها کرده. بسیار مردم در جنگ به خاطر کشیدن انگلیس ها سرزمین هندوستان و پاکستان، بسیار مردم در افغانستان سرازیر شده، از این دولت کمک خواسته، حتی با روسیه ارتباط گرفته. عبیدالله سندی یک عالمی است که با لنین ملاقات کرد، رفت به می خاطر، اما قتل لنین با وصفی که یک آدمی که نعوذ بالله دنیا را به خون کشاند، اما قوی فکری قوی داشت و بسیار کتابان نوشته کرد و میخواست از این راه مردم نعوذ بالله به یک راه دیگه بکشانه، خود یک مؤسس انقلاب بزرگ معرفی بکنه، رهبری قوی بشریت معرفی بکنه. از او خاطر او مطالعه زیاد میکرد، حتی مطالعه اسلام هم میکرد. سری عبیدالله سندی انتقاد کرد که اسلام خوب نظام است، خوب دین است، اما موضوع اقتصادی نداره، هیچ موضوع اقتصادی در اونجا ذکر نشده و همچنان غمی مردم نخورده. عبیدالله سندی هم یک آیه برش گفت و یسألونک ماذا ينفقون، از تو سوال داره پیغمبر علیه السلام چی چیزا مصرف کنن، چی چیز لیاقت ازیره داره که بعد به هر کس داده شود. الله گفت قل العفو، آن چیزی که زاید از ضرورت است. گفت لنین گریان کرد که کاش ما از اول دین اسلام معلومات قوی می داشتم، این نظریه پوچی خودم ما به مردم پیش نمی کردم. یقینا که اسلام اموتور نظام است. وقتی اینطور گفته این موضوعی بود که ما
در سر زبان خود گرفته بودم انقلاب توسط اینمی شعار خود پیش بردم، به خاطری که میگفتم آن چیزی که زاید از ضرورت است باید به برادر دیگه داده شود. مردم سر نمازی مرا دوست می داشتن و قطمه همراه می شدن و این موضوع است که 1400 سال پیش قرآن ای را بیان کرده. پس ما ابتکار جدید نکردیم، بلکه ما اینطور فکر میکردم که سخنی است که فقط ما میگم در جهان، کسی دیگری هم قائل به این نیست و با می سخن مردم دعوت میدم. ولی 1400 سال پیش کتاب الله ای را بیان کرده. از او خاطر گفت گریان کرد که کاش که ما از اول خبر می بودم و آلی برآمده نمیتونم، چرا مردم مرا فرا گرفته، این نظریه شده، مردم ایره پذیرفته، آلی چون او عقیده دیگه خو نداشت، آخرت توی گپا را عقیده نداشت. یقینا اسلام همین گپ بر ما میگه، بس از کفایت میکنه. هر انسان اگر چیزی زاید ضرورت خود داره و یک مسلمان دیگه که به همین ضرورت داره بده، دیگه چی نزاع باقی ماند، چی مشکل باقی ماند؟ باز خود دیگه کلگی علی السویه زندگی میکنه. ما زاید ضرورت موبایل دارم، با کسی که موبایل نداره، هر دو برابر شدیم، و موبایل دار شد من موبایل دار شدم. اولی زاید ضرورت یک چیزی دیگه داره، او برای ما میده. ما برق ندارم و برق داره، برق برای ما داد. حالی کل کار معلوم میشه که زندگی دنیا یک دم هماهنگی چیست متقابل است که هر کس آن چیزی که در دسترس قرار داره در دسترس دیگران قرار بده. نجار نجاری خوده، گرانگری خوده، علم علم خوده، دریور دریوری خوده. هر کس الله که کدام استعداد برش داد از استعداد خود چیزی را ساخته میتونه او را پیش کنه در میدان، در دسترس دیگه قرار بده. اینی را مردم میگه زاید از ضرورت. خلاص زاید از ضرورت خرج کرده بری. كذلك يبين الله لكم الآيات. اینمی قسم که الله برای خود احکام واضح واضح بیان میکنه، اینمی قسم الله براتون بیان میکنه احکام دیگه خودم. چرا؟ لعلكم تتفکرون، به خاطری که شما صاحبان فکر جور شوه، بیاندیشه، همونطور سطحی هر کار انجام ندیم. از او خاطر میگه فی الدنیا و الاخره، تفکر در دنیا و آخرت بکنه. بسیار درس عظیم است. قرآن ما را دعوت میده ما تفکر بکنیم در امور دنیای خود هم و در امور آخرت خود هم. یقینا هر کسی که در زندگی خود فکر کرده، جوانبی که کدام هدف پیش میبره کلی جوانبش فکر کرده، گاهی هم پشیمان نمیشه، گاهی هم خسارمند نمیشه. چرا فکر میکنه ما در اینمی هدف میرم، چه قسم وسایل در کار پرتم، کی میرسم در این هدف، آیا این هدف چقدر مضرات دنبال داره و چقدر فایده ها را دنبال داره. بس از زندگی خانواده گرفته تا زندگی مادی خود، تجارت میکنی، کسب و کار میکنی، زراعت میکنی، موتر میچلانی، هر کاری که میکنی فکر دهش بکن. الله ما را دعوت میده که بعد شما فکر بکنه. چرا؟ در فکر کردن به انسان جوانب قضیه روشن میشه. حتی در خوردن نوشیدن، این را بخورم نخورم. دمی رمضان مبارک وقتی که بیگاه خیلی انسان حواسش خیلی پیدا شده برای خوردن زیاد، نوشیدن زیاد، لیکن یک مرتبه تو فکر بکن که این برای ما منفعت داره یا مضرت داره. سیسته که نفس خو اعمال تقاضا داره، لیکن پسانترش چی وقایع رخ میده. تو از اون طرف هم خوردی، از اون طرف هم خورد، معده ضعیف بود، یک دم اپندکس شدی، برو بخیر دیگه تا طرف دکتر بده. نه، فکر نمی کنی. اگر ما در زندگی خود فکر بکنیم ناکام نمیشیم. قرآن ما را دعوت به فکر میده. از او خاطر الله گفت که در شراب و در قمار باید شما فکر بکنی. فکر انسان در جایی میرسانه که یقینا دیگه ناکام نمیشی، نه تنها در دنیا و الاخرت، در مورد آخرت هم باید فکر شود. تنها دنیا مد نظر انسان نباشه، یک جانب آدم در نظر نگیره. از او خاطر قرآن ما را دعوت میده هر امر جانب دینیش هم در نظر بگی، دنیویش هم در نظر بگی، جانب دنیایش هم در نظر بگی، آخرتش هم در نظر بگی. صحیحه که از نگاه دنیا اینی عمل خو برام خوب است، اما از نگاه آخرت چطور است؟ خو اینی خو از نگاه مادی برام خوب است، از نگاه اخلاقی چطور است؟ امروز در دفترها، در جاهایی که اختلاط مرد و زن است، هر کس خوشحال است، میگه ساعتم خوب تیر میشه اونجا، معاشم دبل است. اما تو میدانی که چقدر فساد اخلاقی در تو پیدا میشه. تو از جاده انسانیت کم کم برآمده میری، روزی میرسه که نعوذ بالله زندگی حیوانی را اختیار میکنی. غرب امروز فاقد کدام چیز است؟ از نگاه مادیات پیشرفته ترین مردم است. همه وسایل زندگی آسایش برش موجود است. چه چیز فاقدش است؟
بگوی زندگی روحانی و معنوی وجود نداره، در اونجا فضای صمیمیت نیست، محبت نیست، نسب و نیست، صله رحمی وجود نداره. از همون خاطر کسای دانشمندایی که در غرب مطالعه میکنه و میگه غرب هر چیز داره، خو یک چیز نداره که عقیده و اخلاق و معنویت است، این فاقدش است. از همون خاطر امروز زندگی غربیا زندگی چیست؟ انسانی نیست، حیوانی است. همه امورش خوردن به شکل حیوان است، آمیزش جنسی به شکل چی است؟ حیوان است، نعوذ بالله. روبرو شدن با مردم به شکل حیوان است. در حقیقت زندگی انسانی در اونجا وجود نداره اگر کسی حقیقت بدانه و درک بکنه. از او خاطر قرآن ما را میگه هر چیز جوانب دنیا و آخرتش انسان در نظر بگیره، مطابق از او عمل بکنه. وقتی این گپ برما شد ازدواج میکنیم، چی فکر بکنیم؟ یک دختری خیلی قشنگ و زیباست اما اخلاقی غلط داره، نادرست داره، تو باید سنجش بکنی که امر یک روزه نیست، پشت سر میای ان شاء الله. امر یک روزه نیست. ما تنها مسئله محبت چی نیست که ما به خاطر 2 روز زندگی هوسرانی را پیش ببریم خیر و خلاص. نه، ما صاحب اولاد میشیم. خانه یک قانون خیلی بزرگی تربیت است. در چطور زن بکار است که یقینا لیاقت از را داره، این را پیش برده میتونه، یک مدرسه تربیتی را در آخر رسانده میتونه یا نمیتونه؟ فکر باید شوه. اگر فکر شوه انسان ناکام نمیمانه. خب بس اوقات انسان از کوتاه نظری، از نظرهای سطحی کار میگیره، دوچار عظیم مشکلات میشه. هیچ وقت سطحی نظر ده هیچ امر نداشته باشه، عمیق نظر داشته باشه، فکر بکنه. قرآن همی دعوت بر ما میده. یا و یسالونک عن الیتاما، سوم سوال است. سوال میکنه از توی پیغمبر علیه السلام در مورد یتیما. چرا سوال میکنه؟ آیت های سوره نساء در مورد یتیما که الله تبارک و تعالی میگه که کسی مال یتیم میخوره مثل که آتش جهنم ده شکم خود بندازه. از همون خاطر صحابه خو از عذاب آخرت خیلی خوف و هراس زیاد داشت، حتی تا سرحدی رسید که بعضی یتیما را بیخی جدا کرد، مالش جدا کرد، خودش جدا کرد، نان نفقیش بیخی جدا کرد و یک نوع ظلم برای یتیما میشد. چرا؟ مالشان در معرض نعوذ بالله فنا شدن میگرفت. کی کار میکرد در مال یتیم؟ به این خاطر که من خود از گناه نگاه بکنم. سرپرستی یتیم کی میکرد؟ یک نفر که برای خود دیگ میکنه مصرفش چقدر است؟ اگر یک نفر قطعی 10 نفر دیگ میکنه چقدر تقلیل در مصرف میاد؟ در یک اتاقی که چند نفر زندگی میکنه 10 نفر یک جای شوه سرشان کم پیسه میاد، یا یک نفر که برای خود مستقل دیگ میکنه کدامش؟ 10 نفر خیلی کم است. این ضرر بود برای ایتام. الله تبارک و تعالی وقتی صحابه سوال کردند در مورد ایتام، الله قوانینی را وضع کرد، بیان را کرد که نه، یتیم طور نیست که از او جدایی شود، بلکه منظور جلوگیری از خوردن مال یتیم است به بهانه ها، به حیله ها. نعوذ بالله مال یتیم قطعی مال خود یک جا میکنی، مال خوب از او را به خود اختصاص میدی، باز بعد برای از او میکشی. اما تو اسبابش در مورد استعمال قرار میدی، 10 سال بعد نه توشکش باقی میمانه، نامش نه لیفش باقی میمانه. اما اسباب یتیم در استفاده قرار دادی. اینجا ظلم بالای یتیم میشه. از همچون ظلم جلوگیری شود. مخالطت و یک جایی با یتیم، همچنان مالشان سرپرستی کردن خودشان، این ممنوع نیست. گپ است که یتیم لحاظ شود، حفاظت جان مال شود، این مطلوب است به نزد الله تبارک و تعالی. درسی که